مطرح کرده. برای اینکه بتونید از این ابزارها بیشترین استفاده رو ببرین و اونها رو در زندگی هر روزتون به کار ببرین، به یک عنصر بی اندازه مهم و حیاتی نیاز دارین و اون هم چیزی نیست جز اعتماد به نفس. اعتماد به نفس به این معنیه که شما خودتون رو قانع کنین که به خودتون، ایده هاتون و ارزش هاتون باور دارین. یک باور راستین و واقعیه و چیزیه که در شرایط سخت سست نمیشه و رنگ نمیبازه. پس قدم بعدی در برنامه رشد و موفقیت فردی یادگیری راههایی برای ساختن اعتماد به نفسه و مهمترین قدمی که برای این کار میتونیم برداریم اینه که ترس بیهوده رو نابود کنیم و ریشه‌شو از وجودمون بیرون بکشیم. ترس دشمن شماره 1 موفقیته. ترس مردم از غنیمت شمردن فرصتها محروم میکنه. ترس سلامت جسمانی و سرزندگی افراد رو به مرور نابود میکنه. ترس عملاً مردم رو مریض میکنه و درست مثل عوامل بیماریزا عمرشون رو کوتاه میکنه. وقتی که میخواید در جمع حرف بزنید ترس دهانتون رو میبنده. ترس با تمام انواع و اقسامش و در هر اندازه‌ای که باشه شکلی از عارضه و بیماری ذهنه. حالا ما همونطور که میتونیم یک عارضه بدنی رو درمان کنیم، قدرتش رو داریم که عارضه‌های ذهنی و روانی رو هم برطرف کنیم. برای درمان ترس، روالها و درمانهای کاملا مشخصی وجود داره. اما اجازه بدین قبلش تصمیم بگیریم و ذهنتون رو نسبت به یک حقیقت اساسی آگاه کنیم. اون حقیقت اینه که هیچ احدی با اعتماد به نفس به دنیا نیومده و اعتماد به نفس یک مهارت و خصلت کاملا اکتسابیه. هر کسی رو که میبینین و احساس میکنین که اعتماد به نفس ازش فوران میکنه، بدونین که این رو به عنوان یک موهبت خدادادی بهش ندادن. اون اعتماد به نفس رو به دست آورده و یاد گرفته. شما هم میتونید یادش بگیرید. در جریان جنگ جهانی دوم نیروی دریایی برای به خدمت گرفتن ورودی‌های جدید این شرط رو گذاشته بود که افراد یا باید شنا کردن بلد باشن یا اینکه خیلی سریع یادش بگیرن. دلیلش هم خیلی ساده بود. شنا بلد بودن ممکنه یک روزی جون یک سرباز نیروی دریایی رو نجات بده. پس برای اونهایی که شنا بلد نبودن کلاس‌هایی برگزار شد. من اون زمان به عینه شاهد این کلاس‌ها بودم. مردان سالم و جوونی رو می‌دیدم که از وحشت آب به خودشون می‌پیچیدن. سربازان تازه وارد باید از روی تخته شیرجه 1-2 متری به هوا می‌پریدن و وسط یک استخر با عمق 4 متر می‌افتادن. حتی با این وجود که 1-2 جین شناگر خبره و نجات غریق در کنار استخر مراقب بودن. باز هم ترس این مردان جوان از شیرجه زدن ترس واقعی و عجیبی بود. تنها چیزی که بین اونها و غلبه بر ترسشون قرار داشت یک پرش ناقابل توی آب بود. در خیلی از موارد شاهد این بودم که افرادو از روی تخته شیرجه به داخل استخر هل میدادن و وقتی برای هر کدومشون چند بار این اتفاق میافتاد دیگه ترسشون ریخته بود. ترس شکست خورده بود و اونا رسما شنا کردن رو یاد گرفته بودن. قصدم از گفتن این داستان این بود که به نکته بی نهایت مهمی برسیم. عمل داروی ترسه. تردید کردن و به تعویق انداختن خیلی راحت ترس و تغذیه میکنه و باعث رشدش میشن. اما عمل وقتی که قاطعانه و فوری انجام بشه ترس رو از ریشه میخوش کنه. حالا این نکته رو در دفتر موفقیتتون یادداشت کنید. عمل داروی ترسه. وقتی توی شرایط سختی قرار میگیریم آنچنان با حیرت و سرگیجه خشکمون میزنه که انگار توی گل گیر کردیم. پس اصل عمل کردن رو به کار ببندین و دفعه بعد که ترس به سراغتون اومد به خودتون مسلط بشین و این سوالو بپرسین چیکار کنم که به ترسم غالب بشم. حالا برای این که بهتون چند تا ایده داده باشم یک سری مثال میزنم. من خیلی خوب میدونم که باید اون مشتری رو پیگیری کنم، اما میترسم اگه بیشتر از این سماجت کنم از دستش بدم. یه جورایی فکر میکنم اونقدر رو از من خوششون نمیاد. برای غلبه بر ترس از دست دادن یک مشتری مهم سعیتون رو دوچندان کنین تا بتونین سرویس خیلی بهتری بهشون بدین. با دقت تمام زیر و بم ارتباطتون رو با اون مشتری بررسی و مرور کنین و ببینین چه چیزی میتونه باعث افزایش اعتماد اون نسبت به شما بشه. راستش نمیدونم، شاید اصلا تو امتحان ارزشیابی شرکت نکنم. برای غلبه بر ترس شکست در آزمون و سنجش میتونین به جای تلف کردن وقتتون با نگرانی از زمانی که دارین استفاده کنین و مطالعه کنین. نگرانی در مورد چیزهایی که کاملا خارج از دایره اختیارات ماست یک امر مرسوم و رایجه. راه درمانش اینه که تمرکزتون رو به طور کامل روی چیز دیگه‌ای معطوف کنین. مثلا سری به باغچه خونه بزنین.
و علفهای هرزو در بیارین. با بچه‌هاتون بازی کنین یا برین سینما و یک فیلم ببینید. روی یک پروژه به خصوص وقت و انرژی بیشتری بگذارین. هر طوری که میتونید ذهنتون رو به مسائل دیگه مشغول کنین و مطمئن باشین که نگرانی در مورد چیزهایی که دست شما نیست به هیچ دردی نمیخوره. ترس از واکنش‌ها و حرف‌های دیگران در اغلب موارد باعث از بین رفتن فرصت‌ها میشه. برای درمانش کافیه که با خودتون از درستی کاری که میخواید انجام بدین مطمئن بشین و اگه به این نتیجه رسیدین که کارتون کار درستیه تردید نکنین و انجامش بدین. خودتون رو درگیر حرف و حدیث‌های اطرافیان نکنین. هیچ بنی بشری نیست که یک کار با ارزش و قابل ذکر کرده باشه و در مسیرش کلی انتقاد و سرزنش و کنایه رو به جون نخریده باشه. برای اینکه واقعا بتونید ترس و شکست بدین 2 مرحله است که باید طی کنین. مرحله اول اینه که ترستون رو ایزوله کنین. اونو یک گوشه گیر بیاندازین و از چیزهای دیگه تفکیکش کنین. دقیقاً مشخص کنین که اون چیه که ازش میترسین. مرحله دوم اینه که وارد عمل بشین. برای هر ترسی که فکرشو بکنین یک دارویی وجود داره. یک کاری هست که میتونین انجام بدین تا ترستون بریزه. فراموش نکنین که نقش فعالیت و عمل فقط به درمان ترس محدود نمیشه. عمل یکی از ابزارهای اصلی موفقیته. وقتی وارد عمل میشین اعتماد به نفستون بیشتر میشه. عمل خودباوری انسان رو بیشتر میکنه. عمل تفاوت بین یک رؤیا پرداز و یک آدم موفق رو تعیین میکنه. رؤیا پردازی خیلی هم خوبه. بسیاری از ایده ها و پیشرفت ها از رؤیاهای انسان اومدن. اما رؤیای بدون عمل مثل یک ماشین بدون موتوره. به عبارت دیگه تا کسی وارد عمل نشه ایده ها به هیچ دردی نمیخورن. ذهن ما هر روزه کلی ایده جدید تولید میکنه. انواع و اقسام ایده ها در مورد چیزهای مختلف. اگه بتونین خودتون رو عادت بدین که ایده هاتون رو همون موقع یادداشت کنین کمک فوق‌العاده‌ای به موفقیتتون میکنین. همیشه یک چیزی همراهتون باشه که کار دفترچه یادداشت رو انجام بده و سعی کنید ایده هاتون رو همیشه دم دستتون نگه دارین. هر جایی که نگهش می‌دارین مهم نیست. فقط سعی کنید که دسترسی بهشون خیلی راحت باشه. هر از گاهی ایده هاتون رو مرور کنید و اونهایی رو که به درد نمیخورن حذف کنید. اما اونهایی رو که عملی به نظر میرسن محکم بچسبید. راجع بهشون تحقیق کنین و هر چیزی که در موردشون پیدا میشه مطالعه کنین. راجع بهشون از اطرافیانتون اطلاعات کسب کنین و در آخر وارد عمل بشید. یادتون نره که بهترین و نابترین ایده ها هم به تنهایی کاری از پیش نمیبرن. یک ایده کاملا معمولی که براش دست به کار بشین و به فعل درش بیارین 100% از ایده نابی که فقط در حد ایده باقی بمونه و هدر بره بهتر و سودآورتره. اولین آزمایشتون رو در آزمایشگاه مردم به خاطر دارین؟ بهتون گفتم که 2 نفر آدم موفق و 2 نفر آدم ناموفقی رو که میشناسید لیست کنید و تک تک خصوصیاتی رو که دکتر شوارتز عنوان میکنه باهاشون بسنجید. حالا دوباره اون آزمایش رو پیش روتون قرار بدین تا ببینیم این مدل چطوری روش اعمال میشه. مردم معمولاً در 2 گروه مختلف قرار میگیرن. آدم‌های موفق که خیلی عملگرا هستن و کارها رو تموم میکنن و دنبال ایده ها و نقشه ها میرن و از اون طرف آدم‌های ناموفق که بیشتر حالت منفعل دارن و همش در تردیدن و معمولاً اونقدر کارها رو به تعویق میندازن که آخرش به این نتیجه میرسن که اصلا نباید سمتشون میومدن و بهتر بیخیالش بشن. توی تمرینی که میخوایم انجام بدیم فرد عملگرا و فعال رو به عنوان آقای الف و فرد منفعل رو به عنوان آقای میم میشناسیم. خب حالا بیایم و یک چندتایی از رفتارهای عادی آقای الف و آقای میمو بررسی کنیم. این 2 نفر در هر جنبه‌ای که فکر کنین تفاوت‌های فاحشی دارن و عملکردشون زمین تا آسمون فرق میکنه. فرض کنین یکی از کارمندان شرکت کارشو خیلی خوب انجام داده و آقای الف میخواد به رسم قدردانی یک نامه تشکرآمیز برای اون کارمند بنویسه. به محض اینکه آقای الف این تصمیمو میگیره نامه رو مینویسه و اونو ارسال میکنه. حالا فرض کنید آقای میمم میخواد چون این حرکت قدرشناسانه‌ای انجام بده. اما چون یک سری کارهای دیگه هم داره بلا فاصله نمیره سراغش. بعدش یادش میره و 1-2 روزی هم میگذره و این نامه کذایی هیچ وقت نوشته نمیشه. آقای الف در سن 45 سالگی تصمیم میگیره که وارد یک کسب و کار تازه بشه. شروع میکنه و راجع به زمینه‌ای که مد نظرشه مشغول تحقیق میشه.
یک نقشه دست و پا میکنه و قدم به قدم مطابق اون نقشه پیش میره. 2 سال بعد آقای الف حسابی مشغول کسب و کار تازه شده و از اینکه 2 سال پیش چنین تصمیمی گرفته کلی خوشحاله. حالا آقای میمم در همین سن و سال میبینه که بعدش نمیاد یک کار تازه رو امتحان کنه. میشینه و با خودش حساب کتابشو انجام میده و به این نتیجه میرسه که بهتر از خر شیطون بیاد پایین و اصلا سمت این کار نره. چون اگه تو این سن و سال بخواد شکست بخوره اوضاع خیلی ناجور میشه و شاید دیگه نتونه جبران کنه. آقای الف کاری رو که میخواست انجام داد. طبیعتا نتیجهش این بود که اعتماد به نفسش کلی بالاتر رفت. به خودش باور بیشتری پیدا کرد و حس رضایت رو تجربه کرد. همچنین درآمدش بیشتر شد و زندگیش شکل جالبتری پیدا کرد. آقای میم میترسی که وارد عمل بشه. اون کارهایی رو که دوست داره انجام بده انجام نمیده و از خیرشون میگذره. اون به خاطر ترس از شکست وارد عمل نمیشه و فرصت رو از دست میده. همین باعث میشه که اعتماد به نفسش کمتر و کمتر بشه و در آخر هم تبدیل به آدم تلخی میشه که با زندگی سر جنگ داره و محکوم به اینکه یک زندگی متوسط رو تحمل کنه. واقعیتش من هنوز ازدواج نکردم. البته یک بار تا نزدیکاش رفتم ولی خب جور نشد. حدوداً 3 سال پیش بود. اون زن خیلی زیبایی بود. هر دومون اهل فیلم دیدن بودیم. من عشق فوتبال بودم و اون اهلش نبود. ولی باهاش مشکلی هم نداشت. خلاصه همه چیز یه جورایی بینمون ایدئال بود. میخواستیم ببینیم که آیا واقعاً داریم به سمت درستی حرکت میکنیم یا نه. آخه ازدواج یک تعهد بزرگ و مادام العمره. داشتیم راجع به آینده و برنامه‌هامون حرف می‌زدیم که حرفای ناخوشایندی بهم زد. من کمی به شک افتادم و خواستم که به هر طریقی که شده از درستی انتخابم مطمئن بشم. یک شب نشستم و تمام اون چیزهایی رو که از یک رابطه ایدئال می‌خواستم نوشتم. سفره دلم رو باز کردم و هر چیزی که بود و نبود خیلی بی پرده و واضح یادداشت کردم. در مورد هر چیزی که فکرشو بشه کرد، راجع به وضعیت خونمون، محل زندگیمون، بچه دار شدن، باورها و اعتقادات، دوستایی که بخوایم اطرافمون باشن، چون دلم میخواست هیچ تردید و سوء تفاهمی در کار نباشه. میخواستم همه چیز مثل روز روشن باشه. یک سری عاداتهای آزاردهنده هم داشتم که اونها رو هم نوشتم. با خودم گفتم دفعه بعدی که با هم بودیم این نوشته ها رو میارم و میشنیم حسابی راجبش گپ میزنیم و خیلی دوستانه و راحت سنگامون رو وا میکنیم. باورتون نمیشه که اون چه واکنشی نشون داد. اصلا از این رو به اون رو شد و حسابی از کوره در رفت. رابطمون رو همونجا به هم زد و گفت کلا فراموشش کن جورج. من تو زندگیم به رئیس و آقا بالا سر نیاز ندارم. الان که فکرشو میکنم میبینم شاید یکم زیاده روی کرده باشم، اما واقعیتش اینه که برای یک همچین تصمیم بزرگی توی زندگی آدم هر چقدر هم محتاط و هوشیار باشه بازم کمه. اشتباه میکنی جورج عزیز. شما کاملا در اشتباهی دوست من. این راهش نیست. خصوصیت یک آدم موفق این نیست که مشکلاتو قبل از این که حتی به وجود بیان برطرف کنه. توانایی و شگرد اون اینه که مشکلاتو وقتی که پیش میان به هر نحوی که شده حل و فصل میکنه. ما باید سعی کنیم با حس کمالگرایی خودمون یک مصالحه آگاهانه داشته باشیم. در غیر این صورت مجبوریم تا ابد صبر کنیم، چون شرایط هیچ وقت به 100% ایدئالمان نمیرسن. زمانی که به مشکل خوردین فکر چاره باشین، وگرنه هیچ وقت تمام مشکلاتو نمیشه از خونه اول حل کرد. حدود 2 سال پیش من و همسرم توی آپارتمانی زندگی میکردیم که توی حومه شهر بود. چندان بزرگ نبود اما در کل جای خوبی بود. اجارهش یکم اذیت میکرد و زیاد بود. ما داشتیم کم کم پسنداز میکردیم که بتونیم خونه خودمونو بخریم. اما میدونستیم با این وضعی که داره پیش میره حالاها خبری نیست و باید صبر کنیم. خلاصه هر باری که من چک اجاره خونه رو مینوشتم با خودم فکر میکردم حتما باید یک چاره‌ای باشه. باید یک کاری بکنم. یک بار که داشتم چک آماده میکردم به همسرم گفتم پاشو بریم خونه خودمون رو بخریم. یه نگاهی به من کرد و گفت خب ما که هنوز اونقدر پول نداریم. بهش گفتم بابا ملت این همه دارن خونه میخرن. بذار وارد جریانش بشیم. شاید یه راهی پیدا کردیم. گفت باشه، امتحانش که ضرری نداره. شروع به گشتن کردیم و یک هفته جاهای مختلف رو زیر رو کردیم. یک جایی رو پیدا کردیم که خیلی مناسبمون بود. اما باید برای پیش قسطش $15,000 جور میکردیم.
پس به این ترتیب باید علاوه بر اون 6000 تایی که توی بانک داشتیم 9000 دلار دیگه هم جور می‌کردیم. به تمام بانک هایی که داخلشون حساب داشتیم سر زدیم و دیدیم که از وام خبری نیست. چند روز گذشت تا اینکه یه فکری به سرم زد. گفتم از اونجایی که خونه نوسازه بذار ببینم میشه از خود فروشندش وام بگیرم یا نه. قضیه رو مطرح کردم و طرفم بدش نیامد. قرار شد که توی 2 سال با ماهی 450 دلار باز پرداخت وامو از طرف بگیریم و خونه رو بخریم. خب با همسرم نشستیم و حساب کتاب کردیم و 200 دلار از مخارج ماهانمون رو کم کردیم. پس میموند 250 تای دیگه که باید به هر شکلی که بود جور میکردیم. همسرم گفت که شاید بتونم با رئیسم صحبت کنم چون شنیدم که برای یه کار پاره وقت یه نفر رو میخوان. سوزان میدونست که الان موقعیتی نیست که بشه تقاضای افزایش حقوق کرد. اما با گرفتن این کار اضافه هزینه هامون جور در می اومد. خلاصه به هر ترتیبی که بود انجامش دادیم. خونه رو رنگ کردیم و چیدیم و الان همونجا زندگی میکنیم و خیلی هم راضی هستیم و واقعا فکر میکنم هر جایی که اراده‌ای باشه راهی هم هست. جیم و سوزان توی این قضیه نمونه بارز عملگرایی بودند. اونها اجازه ندادن موانع و شرایط سر راهشون قرار بگیرن و صبر نکردن تا همه چیز ایدئال بشه. اونها برای چیزی که میخواستن تصمیم گرفتن و به سمتش حرکت کردن. وارد عمل شدن اونها همه چیز رو براشون واضح و روشن کرد و کمکشون کرد که راههای رسیدن به خواستشون رو به هر نحوی پیدا کنن. مهمتر از همه این که این قضیه اعتماد به نفس هر دوی اونها رو به مراتب بیشتر کرد. حالا اونها برای مسائل آیندهشون خیلی راحت‌تر و قاطعانه‌تر وارد عمل میشن و نتیجه میگیرن. هر دو مثالی که زدیم اهمیت عمل کردن رو نشون میده. ایده های شما زمانی ارزش پیدا میکنن که به کار بیاندازیشون. بازم تأکید میکنم بهترین و نابترین ایده ها هم تا به کار گرفته نشن به درد نمیخورن. وقتی ایده خوبی داشته باشیم اما کاری براش نکنیم درد و آزردگی روحی برامون همراه میاره و برعکس اگه از ایده خوبی که داریم استفاده کنیم و به کار بندازیمش رضایت و خوشحالی فوق‌العاده‌ای به وجود میاره. عمل اعتماد به نفس انسان رو تغذیه میکنه. انفعال و رکود به هر شکلی که باشه به ترس دامن میزنه. من از عده زیادی از بازیگران، مجریان، ورزشکاران حرفه‌ای و حتی چتربازها در این مورد سوال کردم و همشون متفق القول بر این باور بودن که اون مرحله انتظار و شروع انجام کاری که خیلی سخته و آدم رو به عقب میرونه. اما همین که شروع میکنی و وارد عمل میشی ترس ناپدید میشه و از بین میره. هرچی هم که اون قدم اول رو بیشتر به تعویق بندازین ترستون بیشتر و بیشتر رشد میکنه. پس اگه همین الان چند تا تماس تلفنی دارین که به هر بهونه‌ای ازشون دوری میکنین دست به کار بشین و زنگ بزنید. اگه با رئیستون مشکلی دارین و از گفتنش اکراه دارین معطل نکنید و هرچه سریعتر مشکل رو در میون بذارید. یادتون نره که به محض وارد عمل شدن ترس ناپدید میشه. راجبش حرف بزنید، وارد عمل بشین و ببینید که تمام نگرانی هاتون از بین میرن. این کار رو دستورالعمل و مأموریت خودتون قرار بدید. با عملگرایی و اقدام مثبت اعتماد به نفستون رو بسازید و ترس رو نابود کنید. یک نفر خیلی حرف جالبی میزد. میگفت یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا اینه که از رخت خواب گرم بلند شی و بری توی اتاق سرد بشینی و کار کنی. این مشکلیه که خیلی از مردم باهاش دست به گریبانن. هرچی بیشتر سر جاتون بمونید و به این فکر کنید که چقدر بدی که الان مجبورم بلند شم، کار براتون سخت‌تر و سخت‌ترم میشه. این موردم یک نمونه بارزیه که در اون عمل سریع و بی‌معطلی میتونه بهترین کار ممکن باشه. نویسنده‌ها اکثرا از چیزی که اسمشو بنبست نویسندگان گذاشتن مینالن. چیزی که عین بختک میفته روشون و باعث میشه نتونن شروع کنن. اون نویسنده‌ای که صبر میکنه تا الهامات و ایده های ناب به سراغش بیان به احتمال زیاد مجبور تا مدت‌های زیادی انتظار بکشه. فروشنده‌ها اکثرا بر این باورن که سخت‌ترین قسمت کارشون همون اولین تماسیه که هر روز باید بگیرن. اما تا وقتی این تلفنو بر نداره و تماسو نگیره در واقع نمیشه بهش گفت فروشنده و اون فقط یه آدمیه که نشسته و داره به فروشندگیش فکر میکنه. حالا بذارید ایده یک نویسنده رو در مورد شروع کردن بشنویم. وقتی محدودیت زمانی در کار باشه و وقت نداشته باشم به هیچ وجه نمیتونم صبر کنم تا حس و حال نوشتن پیدا بشه. پس یک تکنیکی به کار میبرم که اسمشو گذاشتم تکنیک هل دادن ذهن. اینطوریه که میشینم پشت میزم و خودکارو میگیرم تو دستم و سعی میکنم حرکات مکانیکی نوشتن رو تقلید کنم.
بعضی اوقات فقط یک چیزای خط خطی میکنم و یک کلمه هایی رو همینجوری مینویسم. اگر موضوع خاصی توی ذهنم باشه سعی میکنم هر چیزی که راجبش به فکرم میرسه روی کاغذ بیارم. اینجوری میشه که خیلی سریع بدون اینکه خودم هم متوجه بشم احساس میکنم که فکر و دستم گرم شده و موضوع نوشتن اومده سراغم. توی این دنیا افرادی که کارها رو به خوبی به انجام میرسونن کسایی هستن که صبر نمیکنن تا حس و حال کار کردن بیاد سراغشون. اونا خودشون حس و حال کار کردن رو برای خودشون ایجاد میکنن و مشغول کار میشن. این دوتا تمرین رو انجام بدید و خودتون رو امتحان کنید. اول از روش تقلید حرکت مکانیکی استفاده کنید و کارهای روزمره رو که چندان خوشایندتون نیست انجام بدید. بدون اینکه بخواید ذره‌ای به اون فکر کنید، فقط خیلی سریع دست به کار بشین و انجامش بدید. این مؤثرترین راه برای انجام کارهای روتین و روزمره است. حالا بعد از اینکه بعضی از کارهاتون رو به این شیوه انجام دادید، از روش تقلید مکانیکی برای ایده پردازی، برنامه‌ریزی، حل مسائل و کارهایی که نیاز به پردازش ذهنی دارن استفاده کنید. یکی از راههای خوبی که میشه یک پروژه بزرگ رو باهاش شروع کرد، استفاده یک از ابزار فوق‌العاده ارزان و در دسترسه: قلم و کاغذ. با این دو ابزار میتونین ذهنتون رو روی مسائل متمرکز کنید. وقتی فکری رو روی کاغذ مینویسین، ناخواسته تمام تمرکزتون روی اون فکر قرار میگیره. چون ذهن اینطوری طراحی نشده که بتونین یک چیزی رو بنویسین و در آن واحد به چیز دیگه‌ای فکر کنین. وقتی که روی کاغذ مینویسین مثل اینه که دارین روی ذهنتون یادداشت میکنین. آزمایش‌ها به طور قاطع نشون میدن که وقتی چیزی رو یادداشت میکنین، زمان خیلی بیشتری توی حافظتون باقی میمونه. به علاوه وقتی تونستین به تکنیک استفاده از قلم و کاغذ برای نوشتن افکار مسلط بشین، میتونین حتی توی محیط‌های شلوغ و پر سر و صدا هم تمرکز بالای خودتون رو حفظ کنین. وقتی میخواین فکر کنین، کافیه با نوشتن همراه باشین. یا شکل بکشین یا جدول درست کنین. این یکی از بهترین راهاییه که میتونه روحیتون رو برای انجام کار آماده کنه. خب اجازه بدین یک جمع‌بندی و مرور داشته باشیم. اول اینکه سعی کنین به جای منفعل بودن فعال باشین. خودتون رو به عنوان کسی تصور کنین که اهل عمله و کارها رو به سرانجام میرسونه. یک فرد عملگرا باشید، نه تردیدگرا. برای وارد عمل شدن منتظر شرایط آرمانی نباشید. شرایط هیچ وقت آرمانی نمیشن. نسبت به مشکلات و موانع آینده واقع‌بین و هوشیار باشین. اما وقتی سر و کله‌شون پیدا شد، با قدرت بهشون حمله ور بشین. نمیشه که همه مشکلات رو از همون خونه اول برطرف کنید. یادتون باشه که ایده های خشک و خالی موفقیت نمیارن. اینکه رؤیا پردازی کنیم خیلی خوب و مهمه، اما ایده های ما تا زمانی که کاری براشون انجام ندیم به هیچ دردی نمیخورن. از عمل و فعالیت برای شکست دادن ترس و ساختن اعتماد به نفس استفاده کنید. کاری رو انجام بدید که ازش میترسین و ببینید که ترستون چطور ناپدید میشه. وقتتون رو برای آماده شدن و شروع فعالیت تلف نکنید. از متد تقلید مکانیکی استفاده کنید و خودتون حس و حال کار کردن رو ایجاد کنید. صبر نکنید تا حس و حال کار کردن خودش به سراغتون بیاد. ما داریم راجع به اعتماد به نفس حرف میزنیم، راجع به چیزهایی که اونو میسازه و چیزهایی که نابودش میکنه. یکی از اصلی ترین موانع ساختن اعتماد به نفس در اغلب مواقع حافظه شخصی خودتونه. کمبود اعتماد به نفس خیلی اوقات از چیزی آب میخوره که من اسمشو حافظه مدیریت نشده گذاشتم. حافظه مدیریت نشده شما اینطوری کار میکنه. مغز شما شباهت زیادی به یک بانک داره. هر روزی که میگذره شما یک سری افکار رو در بانک مغزتون پسنداز میکنین. این مخزن سپرده‌گذاری‌ها کم کم رشد میکنه و بزرگ میشه و در نهایت حافظه شما رو تشکیل میده. وقتی با خودتون مشغول فکر کردن میشین یا میخواین مشکلی رو برطرف کنین، عین اینه که از بانک حافظه خودتون میپرسید: من راجع به این مسئله چه چیزهایی میدونم؟ بانک حافظه شما سریع دست به کار میشه و به صورت خودکار قطعه هایی از اطلاعات رو که قبلا در مورد این موضوع به خصوص جمع آوری کرده در اختیارتون میذاره. بنابراین حافظه شما نقش تأمین کننده اصلی مواد اولیه افکارتون رو ایفا میکنه. مسئول باجه بانک حافظه شما کاملا کارشو بلده و دقیقاً همون چیزی رو که قبلا بهش گفته شده بهتون برمیگردونه. مثلا اگر بهش بگین: خب ببینم آقای مسئول باجه، من میخوام چند تا از اون فکرایی رو که ثابت میکنن من آدم ناتوانی هستم از حسابم بردارم. اونم میگه: اطاعت میشه قربان. یادت میاد که سر این قضیه 2 بار تلاش کردی و موفق نشدی؟ یادت میاد معلم مدرسه‌تون بهتون گفت که درسو نمیفهمی و به جایی نمیرسی؟ یادت میاد که هفته پیش همه همکارات داشتن پشت سر چی میگفتن؟
و همینطور میره و ادامه میده و هر گوشه از حافظتون رو که از اینجور خاطرات داخلش هست زیر و رو میکنه و تحویلتون میده تا بهتون ثابت بشه که بله شما از دیگران ناتوانتر هستین. حالا فرض کنید این بار به سراغ مسئول باجه برید و ازش بخواید آقای مسئول باجه، من با یک مسئله دشواری روبرو شدم. میشه تمام اون فکرهایی رو که موجودی دارم و میتونن بهم اطمینان و اعتماد به نفس بدن بیرون بیاری؟ و باز هم آقای مسئول جواب میده از سائه اطاعت میشه قربان. یادت توی کارهای مشابه قبلی چه عمل کرده خوبی داشتی؟ یادت همکارت چقدر ازت راضی بود و بهت اعتماد داشت؟ یادت هست که دوستات برای توانایی هایی که توی این زمینه داری چقدر احترام قائل شدن؟ و همینطور ادامه میده. پس همینطور که میبینید کارمند بانک حافظی شما هر چیزی رو که خودتون بخواید و بهش بگید براتون بیرون میکشه و تحویلتون میده. هرچی نباشه صاحب این بانک شما هستید. 2 کار هست که میتونین انجام بدین و اعتماد به نفستون رو از طریق مدیریت صحیح بانک حافظه بالا ببرید. اول اینکه سعی کنید فقط و فقط افکار مثبت رو در بانک حافظتون ذخیره کنین. افراد ناموفق فکر و ذکرشون رو میذارن روی افکار و اتفاقات نامطلوب و اونها رو توی عمق ذهنشون میکنن و پررنگ میکنن. ولی برعکس آدمهای موفق فکرشون رو بیش از حد درگیر این قبیل اتفاقها نمیکنن. برای اونها چیزی که گذشته تموم شده است و به همون گذشته تعلق داره. این آدم‌ها استاد این هستن که افکار مثبت رو توی بانک حافظشون پس‌انداز کنن. اگه هر روز صبح بلند بشین و یک مشت خاک بریزین توی موتور ماشین چی میشه؟ یه مدت نمیگذره که اوضاع اون موتور خراب میشه و نمیتونه کاری رو که ازش میخواین انجام بده. افکار منفی هم دقیقاً همچین کاری رو با ذهن و اعتماد به نفس شما میکنن. اونها موتورتون رو از کار میندازن و مجبورتون میکنن بزنین تو جاده خاکی و رد شدن دیگران رو تماشا کنین. پس عادت پسنداز کردن افکار مثبت رو در بانک حافظتون جدی بگیرید. مثلا قبل از اینکه بخوابین تمام نعمت‌ها و امکاناتی رو که دارین و میتونین بابتشون شکرگزار باشین به یاد بیارین. خانوادتون، سلامتیتون، دوستانتون و هر چیز دیگه‌ای. کارهای خوبی که توی اون روز از مردم دیدین یا حرفهای خوبی که شنیدین رو به خاطر بیارین. پیروزی‌ها و کارهای مثبت خودتون رو چه بزرگ و چه کوچک به یاد بیارین. به دلایلی که باعث میشن قدردان زنده بودنتون باشین فکر کنین. کار دومی که میتونین انجام بدین استفاده از مدیریت کارآمد بانک حافظه است. فقط و فقط سعی کنید افکار مثبت و نیروبخش رو از بانک حافظه بیرون بکشین. وقتی با خودتون تنهایید و مثلا در حال رانندگی به سمت خونه هستین، ذهنتون رو معطوف مشکلاتی که دارین نکنید. به جاش چیزهای مثبت و خوشایند رو به یاد بیارین. موفقیت هاتون رو به خاطر بیارین. متخصصان بهداشت و سلامت روحی نمونه‌های زیادی رو دیدن که افراد با حذف افکار و خاطرات مثبت ذهن خودشون رو تبدیل به یک موزه وحشت کردن. در کل اکثریت مردم کفه ترازوی ذهنشون رو به سمت منفی سنگین کردن و این دقیقاً اون چیزیه که میتونه باعث توقف رشد و شکوفایی فردی آدم‌ها بشه. مستقل از اینکه مشکلات روحی و روانی ما کوچک باشن یا بزرگ، درمان اونها زمانی رخ میده که سعی کنیم به جای بیرون کشیدن افکار و خاطرات منفی فقط افکار مثبت رو از ذهنمون بیرون بکشیم. ذهنمون رو بیخودی به خونه‌های هیوله‌های منفی تبدیل نکنین. جلوی این عادت بایستید و از بیرون کشیدن خاطرات منفی خودداری کنید. در هر شرایطی سعی کنین روی قسمت مثبت تجربیاتتون تمرکز کنین و ناخوشایندها رو فراموش کنین. اگه دیدین دارین به جنبه منفی جریانات فکر میکنین، خودتون رو به کار دیگه‌ای مشغول کنین. واقعیت اینه که شما به افکار منفی هیچ نیازی ندارین. اگه بتونین یک رژیم ذهنی رو که فقط از افکار مثبت تشکیل شده رعایت کنید، زندگی با کیفیت تری خواهید داشت. تجربه خوشایندی که از تمرین این حالتها و رفتارها خواهید داشت اینه که بعد از مدت کوتاهی میبینید ذهنتون هم داره باهاتون همکاری میکنه. انگار که ذهن شما هم واقعا افکار بد و منفی رو نمیخواد و همینطور هم هست. اگه به اندازه کافی بهشون بی‌توجهی کنین، مسئول بانک حافظتون ترتیبی میده که این افکار کلاً مهرموم بشن و به فراموشی سپرده بشن. یکی از رایج‌ترین هیوله‌های ذهنی که ما می‌سازیم، اون برداشتیه که از دیگران داریم و سعی می‌کنیم خودمون رو با اون تصویر ذهنی اشتباه مقایسه کنیم. مردم معمولاً از همدیگر می‌ترسن. به نظرتون دلیلش چیه؟
چرا عده زیادی از آدم‌ها وقتی دور و بر دیگران هستن حس بدی دارن و معذبن؟ چیکار میشه کرد که این حالت از بین بره؟ ترس از سایر مردم یکی از اون ترس‌های خیلی بزرگ و مرسومه. ولی یک راه برای از بین بردنش هست. فقط کافیه که مردم رو به دید درست و واقع بینانه‌ای نگاه کنین. یادم سال 1942 بود که به استخدام ارتش در اومدم. خیلی خجالتی و سردرگم بودم و فکر میکردم همه ازم بزرگتر و قویتر و باهوشترن. خلاصه خودم رو از هر نظر پایینتر از سربازای دیگه میدیدم. اما تجربه‌ای که داشتم یک چیز کاملا متفاوت بهم یاد داد. شاید 1000 نفر رو اونجا دیدم که همه جور آدمی بینشون پیدا میشد. بلند، کوتاه، لاغر، باهوش، کندذهن، همه جوره توشون بود و خیلیاشون درست مثل من گیج و سردرگم به نظر می اومدن. اینطوری بود که درونم احساس کردم که بی ارزش نیستم. دیدم اینها هم مثل من ترسیدن و نمیدونن قراره چی به سرشون بیاد. از اون موقع به بعد بود که فهمیدم تصورمون از دیگران ممکنه توهم باشه و آدم میتونه خودش رو با هر کسی مقایسه کنه. فهمیدم که منم میتونم به خوبی بقیه باشم. نتیجه معقولی به نظر میرسه، اینطور نیست؟ یعنی نفر مقابلتون هم یک آدم مثل خود شما. پس در واقع هیچ دلیل خاصی برای ترسیدن ازش وجود نداره. دو راه وجود داره که با کمکشون میتونین دید واقع بینانه‌ای نسبت به دیگران داشته باشین و اونا رو توی جایگاه درستی ببینین. برای شروع سعی کنین دید متعادلی نسبت به مردم داشته باشین. وقتی باهاشون سر و کار دارین این نکته ها رو مد نظر قرار بدین. این آدمی که طرف حسابمه اهمیت و ارزش داره. شکی در این نیست که تمام آدم‌ها ارزشمند هستند، اما فراموش نکنین که خود شما هم با ارزشید و شما هم به اندازه فرد مقابلتون اهمیت دارین. پس وقتی با شخص دیگه ملاقات میکنید این تصویر رو در ذهنتون داشته باشین که دو نفر انسان با ارزش قراره بشینن و راجع به موضوعی که به منافع هر دو طرف هست صحبت کنن. هر چقدر هم که طرف مقابلتون بزرگ و مهم به نظرتون اومده به یاد بیارید که اون هم درست یک آدم مثل شما با خیلی از همون نیازها و مشکلات و دغدغه‌هایی که شما دارین. دوم این که سعی کنین رفتارتون رو بر درک و فهمیدن طرف مقابل متمرکز کنین. کم نیستن آدم‌هایی که به هر دلیل ممکنه سعی کنن شما رو سرزنش کنن، ازتون بیخودی انتقاد کنن یا حالتون رو بگیرن. اگه در مقابل چنین افرادی آمادگی نداشته باشین، یک اعتماد به نفس ترک خورده و آسیب دیده خواهید داشت. شما در مقابل این قبیل آدم‌های ناخوشایند و نامطلوب نیاز به یک مکانیزم دفاعی دارین و بهترین مکانیزم دفاعی شما همون رفتار فهیمانه و توأم با درکیه که میتونین داشته باشین. هر کسی که باهاتون بد تا کرد، سرتون داد زد یا پرخاش کرد یا حتی توی ترافیک جلوتون پیچید، بدونید که مشکل شخصی شما نیست. شما فقط یک هدف موقت و زود گذرید. اون آدم ممکنه یه عالم مشکل داشته باشه و عصبانیت و پرخاش اون لحظش از 100 جای دیگه آب بخوره. مثلا با همسرش به مشکل برخورده باشه یا از کارش اخراج شده باشه. هر چیزی که باشه مشکل شما نیست. مشکل شما نیستید. پس هیچ دلیلی هم نداره که شما اونها رو به مشکل خودتون تبدیل کنین. باید به خودتون بگین طرف روز بدی داشته. منم از این روزها برام پیش اومده و برام قابل درکه. یادتون باشه که پشت اون ظاهر تلخ و اون همه عصبانیت ممکنه یه آدم خوب و درست و حسابی پنهون باشه. سعی کنین آرامشتون رو حفظ کنین و اجازه ندین که سر و صدای طرف مقابل تحریکتون کنه و افسار خونسردیتون رو به دست بگیره. بهترین راه بیرون آمدن از چنین موقعیت‌های اینچنینی اینه که بذارین عصبانیت طرف فروکش کنه و بعد هم فراموشش کنین. اعمال و حرکات بدن مقدمه و پیش درآمد احساسات هستند. هر روزتون رو با کارهای مثبت پیش ببرین تا احساسات و عواطف مطلوب کم کم به سراغتون بیاد. ما میتونیم با حرکات فیزیکیمون احساساتمون رو به سادگی تحت تأثیر قرار بدیم. بنابراین غیر از مدیریت حافظتون لازمه که حرکات بدنتون رو هم مدیریت کنین تا بتونید اعتماد به نفستون رو بسازین و ترس رو از بین ببرین. برای اینکه یک مثال عملی بهتون نشون بدم، همین الان و در هر حالتی که هستین بزرگترین لبخند ممکن رو روی چهرهتون بیارید. اونقدر غلیظ که همه دندوناتون معلوم بشه. حالا به هم بگین که آیا واقعاً یک کم اون حس خوشایند خندیدن براتون تداعی نشده؟ باعث نشد حس بهتری داشته باشین؟ خوشحالتر بشین؟
حالا عکسش هم امکان پذیره. اگه سعی کنین و یکم اخم خیلی سفت و سخت به صورتتون بگیرین، میبینید که واقعا دارید اخمالو بودن رو احساس میکنین و ممکنه کلی حسهای ناخوشایند دیگه هم به دنبالش بیان. خیلی ساده میشه نشون داد که حرکات بدنی میتونن روی حالات و احساسات فرد تأثیر بذارن. مثلا کسایی که توی معرفی خودشون خجالتی هستن میتونن با 3 کار ساده این حالتشون رو از بین ببرن. اول، اینکه دستتون رو به سمت طرف ببرید و محکم باهاش دست بدید. دوم، اینکه مستقیما به چشمهای طرفتون نگاه کنید. سوم، اینکه بهش بگید از آشناییتون خیلی خوشحالم. همین 3 کار ساده خجالت شما رو توی یه چشم به هم زدن ناپدید میکنه. نشون دادن یک رفتار توأم با اطمینان اعتماد به نفس رو توی وجودمون تقویت میکنه. بذارین چند تا از تمرینات تقویت اعتماد به نفس رو که به حرکات بدنی وابسته هستن مطرح کنیم. خیلی با دقت به این موارد گوش کنید. وقتی خوب اونها رو به خاطر سپردید، سعی کنید تا جایی که میتونید به صورت آگاهانه ازشون استفاده کنید. اول، سعی کنید همیشه جلو بشینید. حتما دقت کردین که توی کلاس ها و جلسات ردیف های عقبی زودتر پر میشن. اکثر افراد ترجیح میدن تو ردیف های عقبی بشینن. چرا؟ چون کمتر توی چشم باشن. دلیلش هم اینه که معمولا اعتماد به نفسشون پایینه. جلو نشستن اعتماد به نفس رو بالا میبره. تمرینش کنید. از همین الان این قانون رو برای خودتون بذارید که توی هر مناسبتی که پیش اومد تا جایی که میتونین نزدیک ردیف جلو بشینید. شاید یکم توی چشم باشین، ولی خب راستش رو بخواین موفقیت و توی چشم بودن با هم در ارتباطن. دوم، سعی کنید تماس چشمی برقرار کنید. طرز نگاه کردن افراد خیلی چیزها رو در موردشون میگه. به صورت غریزی و ناخودآگاه ممکنه آدم در مورد کسی که از نگاه مستقیم پرهیز میکنه فکرهایی بکنه. طرف از چی میترسه؟ چی رو داره پنهان میکنه؟ آیا حرفی روی دلش هست که نمیتونه بزنه؟ وقتی نگاهتون رو از دیگران میدوزین، عین اینه که دارین اعلام میکنید شرمنده، من دچار کمبود اعتماد به نفس هستم. پس توی چشمای طرفتون نگاه کنید و به این ترس بیهوده چیره بشین. این به طرف مقابلتون میفهمونه که آدم صادقی هستین و به چیزی که دارین میگین باور دارین. انگار میگین من نمیترسم، من به خودم اطمینان دارم. این کار هم به خودتون اعتماد به نفس میده و همین که یک حس خوب و اطمینان بخش در طرفتون نسبت به شما ایجاد میکنه. تمرین سومی که باید انجام بدین اینه که سعی کنین یک مقداری سرعت راه رفتنتون رو سریعتر کنین. روانشناسا کند راه رفتن و حالت وارفته بدن رو به اعتماد به نفس پایین مرتبط دونستن. در مقابلش فیگور مناسب و حرکات سریع و پرقدرت با اعتماد به نفس بالای افراد و موفقیت ارتباط داره. حالا یک آزمایش دیگه هم برای آزمایشگاهتون معرفی میکنم که میتونید هم به تنهایی و هم در کنار دوستان یا خانواده انجامش بدید. نقطه ای رو که دید مناسبی داره و میشه مردم رو مشاهده کرد پیدا کنید. میخواد ایوون خونتون باشه یا یکی از صندلی های رستوران یا پارک. سعی کنید خوب به آدم هایی که راه میرن و رد میشن نگاه کنید. به طرز راه رفتنشون دقت کنید. حالتهای صورت و بدنشون رو تحت نظر بگیرید. حالا ببینین اون چیزی که در اونها مشاهده میکنین چه حسی رو در شما تداعی میکنه. آیا شاد به نظر میاد یا غمگین؟ آیا به نظرتون شجاعن یا ترس توی وجودشونه؟ آدمهای متوسط ظاهرشون هم مزید بر علت میشه و نشون میده که اون قدری که باید مقتدر نیستن و غروری ندارن. یک سری هم هستن که کلا ظاهرشون انسان رو یاد شکست و ناکامی میندازه. جوری راه میرن که انگار دارن خودشون رو به زور میکشن و هیچ ارزشی برای خودشون قائل نیستن. حالا یه عده‌ای هم هستن که از راه رفتنشون اعتماد به نفس میباره. انگار که سرعت و قاطعیت راه رفتنشون داره به دنیا میگه که من یک کار مهمی برای انجام دادن دارم. من یک جای مهمی باید برم. شما هم میتونین از تکنیک راه رفتن سریع استفاده کنین و اعتماد به نفستون رو بالا ببرین. شونه هاتون رو عقب ببرین، سرتون رو بالا بگیرین، سریعتر حرکت کنین و در همین حین اطمینان و اعتماد به نفسی رو که کم کم زیاد میشه درون خودتون حس کنین. تمرین 4 از سری تمرین‌های مدیریت حرکات بدنی در مورد صحبت در برابر دیگرانه. بسیاری از آدم‌های خوشفکر و باسواد به دلیل کمبود اعتماد به نفسشون نمیتونن حرف‌ها و ایده‌هاشون رو اونطور که باید با دیگران سهیم بشن. مسئله این نیست که این آدم‌ها نمیخوان افکارشون رو به اشتراک بذارن. داستان اینه که اونها میترسن که بقیه نگذارن اونا درست و حسابی حرفشون رو بزنن. دکتر دیوید شوارتز
اسم این افراد رو سیب زمینی جلسات گذاشته. اونا میترسن اگه حرفی بزنن ممکنه احمقانه به نظر برسه. پس ترجیح میدن که سکوت کنن و بعدش اینه که این سیب زمینی هر باری که از حرف زدن خودداری میکنه و صحبتش رو قورت میده، یک قاشق از سم ضد اعتماد به نفس رو توی وجودش میریزه. این آدم به تدریج اطمینانش رو به کل از دست میده و بیشتر احساس نالایقی و ناتوانی میکنه. سیب زمینی معمولاً به خودش قول میده که دفعه بعد حتما حرفشو میزنه، اما هیچ وقت این کارو نمیکنه. اما وقتی که توی جمع صحبت میکنین دارین به اعتماد به نفستون اضافه میکنین. هر بار که دارین فکرتون رو با دیگران صحیح میشین و حرفتون رو میزنین، دارین یک قاشق از ویتامین اعتماد به نفس توی وجودتون میریزین و برای دفعات بعدی هم کارتون رو راحت تر میکنین. پس این رو به یک قانون برای خودتون تبدیل کنین. توی هر جلسه یا جمعی که بودین سعی کنین حرف بزنین. هیچ استثنایی قائل نشید. نظر بدین، سهیم بشین، پیشنهاد بدین، سوال بپرسین. نفر آخری نباشین که حرف میزنه. سعی کنین پیش دستی کنین و شما کسی باشین که یخ جمع آب میکنه. خیلی واضح و شمرده صحبت کنید. اصلا در گفتن حرفتون عجله‌ای به خرج ندین. وقتی تون حرف میزنین به نظر میرسه که نسبت به حرفتون اطمینان ندارید. وقتی با طمأنینه و آرامش صحبت میکنین قابل فهمتر هستین و اطمینان و اعتماد به نفس بالاتری از خودتون نشون میدین. یادتون باشه که مثل همه کارهای دیگه این کار رو هم هرچی بیشتر به تعویق بیاندازین براتون سخت‌تر میشه و ترستون رشد میکنه. پس معطل نکنید و حرفتون رو بزنین و هیچ وقت هم نگران این نباشین که حرفتون احمقانه به نظر برسه یا خودتون احمق به نظر بیاین، چون واقعا اینطور